سلام خدمت همراهان عزیز. یه نکته‌ای که تو خیلی از پیجا، خیلی از تعمیرکارا سری بالا به خاطر ویو گرفتن و هر چیزی میان میگن آقا اگه لامپت سوخت خودت به راحتی تو خونه فلان کن، فویل بذار، یک سره کن، لحیم کن. نگاه مثلا این لامپ الان سوخته، این من نصفش اینجا روشن میشه، نصفش اینجا. این طریق میدونی که اینا سوخته. بهترین راهش یه که تو مرحله اول از این چیپای برق مستقیم استفاده بکنی. حالا یکی میاد مثلا راههایی که گذاشتن، کسایی که حالا میان برای ویو گرفتن و اینا تو پیجشون یه سری کارا انجام میدن، میگن که آقا مثلا لحیم بزنی. خب این مثلا لحیم من زدم. یا مثلا میگن که من برش دارم، میگن آقا فلان کنید، فویل بذارید. این مسخره بازی ها به درد نمیخوره. من این دقیق برش دارم. یک چیزی هم که اخیراً دیدم گفتن که مثلا حالا این روش بدی نیست تو این کار، ولی خب بازم عمر زیادی نداره. از این LED های کلاهی هستا، اینا 3 ولتیه، بازم پیشنهاد نمیشه. یا مثلا میگه اینم مثلا بهش لحیم بکنی، مثلا به جای اون LED که سوخته بیاید کار بکنی، الان راحت روشن میشه، کارتون هم انجام میده. ولی اینی که اینجا اینو به صورت لحیم انجام دادیم، ما اینجا لحیم زدیم یک سره شده، اصلا توصیه نمیشه. نهایتش اینه که شما بیا یک دونه LED از مدل خودش بذاری، خیلی بهتر. یا مثلا نداشتی تو دسترستون نبود، از این مدل LED ها استفاده بکنید که اینجوری لامپتون روشن میشه، یه عمری هم میکنه، ولی باز توصیه نمیشه. بهترین راهشی که از چیپای برق مستقیم یه مثبت ال و انی داره، اینجا سیم بهش وصل میکنی، میزنی به ته سرپیچ. و بهترین راه که حتما خمیر سیلیکون هم بزنید که عمرش بیشتر بشه. اگرم به هر دلیلی خواستین به اون پیجای فیک اطمینان کنین، این کارو انجام بدین، اگر لحیم شد یا اینجور LED گذاشتین، دیگه این حباب روشو نذارید، چون گرما تولید میکنه، گرما هم باعث سوزش LED ها میشه. پس به هر چیزی توجه نکنید. و السلام.